مهمترین اصل‌های انتخاب رشته علایق و توانایی خودته. یعنی خیلی مهمه که تو ببینی به چه درس‌هایی توی دبیرستان علاقه داری، توانایی داری و از اون سمت به چه رشته‌های علاقه و توانایی داری. اگر که برای مثال ریاضی فیزیکت ضعیفه و دوست نداری، پس رشته‌هایی که ریاضی فیزیک قوی لازم دارن نرو. شهری که توش درس میخونی خیلی به خودت بستگی داره. دوست داری تو شهر خودت درس بخونی، تو شهر نزدیک به تو باشه، دوست داری توی شهر بزرگ درس بخونی یا نه اصلا شهر برات مهم نیست و دوست داری رشته‌ای که میخوای و قبول شی. اینا همش انتخاب با خودته. اما سعی کنید یه شهر خیلی خوب درس بخونید، شهر بزرگ و با امکانات درس بخونید، اونجا کانکشن بسازید. بعد که نتایج اومد، شما باید که حالا با مشاور یا تحقیقات هرچی، مثلا تو سایت قبولی‌های قلمچی ببینید که بهترین رشته و شهری که شما انتخاب میشید، بهترین دانشگاهی که شما انتخاب میشید چیه. بعد به رتبتون میاید لیست تهیه میکنید تو بهترین رشته ها، شهرها و دانشگاهایی که قبول میشید کدوما هستن و اولویت بندی میکنید. نکته خیلی مهمی در مورد پشت کنکور موندن، باید ببینید که این توانایی رو در خودتون دارید که 1 سال پشت کنکور بمونید، درس بخونید و افسردگی نگیرید، ناراحت نشید، حالتون خوب باشه، یا ندارید. اگر دارید که اوکیه. توی انتخاب رشته‌تون به این فکر کنید که اگر که من رشته‌هایی که دوست دارم، شهرهایی که دوست دارم، دانشگاهی که دوست دارم قبول نشم، من میخوام پشت کنکور بمونم. ولی اگر که در خودتون این رو نمیبینید که 1 سال پشت کنکور بمونید و باز درس بخونید، 1 سال سخت درس خوندن، بیرون نرفتن رو در خودتون نمیبینید، حتما توی انتخاب رشته حتی شهرها و رشته‌هایی که زیاد دوست نداریدم بزنید، چون این انتخاب خودتونه. خیلی مهمه که بدونید خودتون چی میخوای. واقعا به اون رشته علاقه دارید یا فقط اون هیجانات اون رشته و توقع دیگران، نظر دیگران روی تصمیمات شما تاثیر گذاشته؟ پس واقعا باید چندین تا رشته‌ای که دوست دارید رو اولویت بندی قرار ببینید که کدومشو بیشتر دوست دارید. بازارکارها رو چک کنید. بحث مهاجرت، اگر تو فکر مهاجرت و اینا هستید، رشته های رو انتخاب کنید که نظر مهاجرتی راحت تره و راحت تر میشه باهاشون مهاجرت کرد و سختی آزاد کردن مدرک و این چیزا رو نداره. اگر بین 2 تا رشته موندید که 2 تاش رو هم اندازه دوست دارید و هم اندازه به هر 2 رشته بها میدید، اما یکیش دانشگاه بهتری قبول میشید، یکیش دانشگاه متوسط تری، 100% دانشگاه بهتر رو انتخاب کن. خیلی مهمه. اگر اون رشته رو 100% عاشقش نیستید که بگید من به خاطر این رشته میرم فلان شهر تاپ، یه دانشگاه تاپ درس بخون، لیست بنویسید، 1% کمی از اولش اون رشته ها، دانشگاه ها و شهرهای تاپی که احتمال این که با اون رتبه قبول شید خیلی کمه، ممکنه حتی خیلی کم باشه، اونا رو اول انتخاب رشته بذارید. بعدش میاین اون رشته ها، شهرها و دانشگاه هایی که با رتبه شما قبولی داشتن و میدونید که امکان خیلی زیادی داره که شما اونا رو قبول شید، بعدش بذارید. که نمیخواید پشت کنکور بمونید، یه سری شهرها، رشته ها و دانشگاه هایی که زیاد دوست ندارید ولی اوکی هستید، اونا رو در آخر قرار بدید و یادتون باشه اولویت با گزینه‌های اول هستش. هر کسی از کنکور دادن یه هدفی داره، یه رشته، یه شهر، یه دانشگاه. هدف رسیدید که چه عالی. اگر نرسیدید سعی کنید یک رشته، یه شهر و یه دانشگاه خیلی نزدیک به همون رو حتما توی انتخاب رشته‌تون قرار بدید. دوست داشتم یه دانشگاه تاپ، یه شهر تاپ درس بخونم، تهران درس خوندن، شهید بهشتی درس خوندن خیلی برام مهم بود. پس توی اولویت هام شهید بهشتی و تهران رو اولویت قرار دادم. بعدش اومدم شهر خودم که خیلی شهر خودم رو دوست دارم، شیراز اولویت دوم من بود و بعد اصفهان اولویت بعدی من بود. شاید
2-3 تا هم شهرهای کنار شیراز رو از نظر نزدیک بودن زدم. اگر توی شهری چند تا دانشگاه هست و شما میخواین بینش انتخاب کنید، برید تحقیق کنید. توی یوتیوب اسمای دانشگاه ها رو سرچ کنید، توی اینستاگرام اسم دانشگاه رو سرچ کن، توی پیج دانشجوهای همون رشته، همون دانشگاه و همون شهر ببینید که لایف استایلشون چجوریه، راضی هستن، راضی نیستن. مثلا من موقعی که شهید بهشتی قبول شدم بعد فهمیدم که شهید بهشتی ولنجک هست و موقعیت مکانی خوبی داره، یعنی اونجایی که شما خوابگاه دارید زندگی میکنید خیلی جای خوبیه. از قبل شما هر شهر ببینید که اون رشته، اون شهری که داری میزنی دانشگاهش کجاست، تو شهر، خارج شهر. بدترین کابوس تو باید این باشه که بری یه رشته‌ای که بعد ببینی هیچ علاقه اون رشته نداره، این همه درس خوندی، این همه تلاش کردی ولی هیچ علاقه‌ای نداری. و علاقه شرط مهمیه که تو بعداً بتونی باش بری سر کار، بتونی تو اون رشته موفق شی و پیشرفت کنی. بعدش هم شهره، یه شهری باشه که با روحیات تو، با اخلاقیاتت، با جایی که قبلا زندگی میکردی. اگه میخوای بری یه شهر دیگه اوکی باشه، به شهر خودت نزدیک باشه ترجیحاً.